سلام دوستان، به کانال نکاتاپ خوش آمدید. بیشتر ما شاید در وقت کار شوخی یا یگان بی‌تربیتی کرده باشیم، اما بعضی ها در ساعت کاری کارهایی میکنند که رئیسشان عصبی شده در حال آنها را از کار پیش میکند. در این ویدیو سراغ همین آدما نمیرویم که به خاطر کارهای احمقانه‌شان از کار پیش کرده شدند. تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک ماندن را فراموش نکنید. тамошобиёни гиромӣ, агар шумо варзиши сарфаҳм равед, шумо на танҳо аз тамошои онҳо ҳаловат мебаред, балки дар муҳорибаҳои онҳо метавонед пул кор кунед. барои ин кора кардан шумо бояд дар ширкати 1x даромада ба ссилкаи дар зери ҳамин видео буда даромада регистратсия кунед. дар вақти регистратсия пурра гузаред ва инчунин промокоди некара истифода баред ва барои ин кор шумода 5000 рубл бонус дода мешавад бе пул, яъне шумо медоред истифода мебаред. маълумоти бештар дар комментария закрепит карда штагед. آب بینی در پیتزای مردم. سال 2009 دو کارگر دومینوز زیر کوفت و کاو قرار گرفتند. سببش این بود که آنها یک ویدیو را در اینترنت پخش کردند که در آن دیده میشد که با خوراک مردم کارهای احمقانه میکنند. این دو ابله روی پیتزا عطسه کرده آب بینی روی آن میریختند. اینچنین پنیر پیتزا را به بینیشان انداخته بعد بر روی پیتزا میگذاشتند. این دو ابله زود دستگیر شدند و $7500 زلاق گذاشته از زندان برآمدند. رستوران دومینوز هم از این ابله ها شکایت کرده آنها را از کار پیش کرد و گفت که نمیخواهد زحمت و کوشش 125000 کارگر دیگر به خاطر کار احمقانه آنها به قدر شود. دستگیر شدن به خاطر بازی. فکر کنید که شما توسط پلیس دستگیر شده اید و بعد میفهمید که سبب دستگیر شدنتان این بوده است که پلیس ها بیکار مانده بازی کرده شرط کردند که یک کس را باید دستگیر کنند. سال 2018 چنین حادثه روی داد و دو افسر پلیس در شهر رزول در ایالت جاجیای آمریکا به خاطر این شوخی بی‌معنی کارشان را از دست دادند. اول آنها را به رخصتی مهنتی فرستادند، اما وقتی مردم نسبت آنها واکنش زیاد نشان دادند آنها را با شته از کار پیش کردند. گپ در آن که یک زن با سرعت بلند رانندگی میکند و پلیس او را منع میکند. پلیس با او میگوید که به خاطر باریدن باران راه تر شده است و با این سرعت زندگی خودش و دیگران را به خطر میاندازد. پس از چند لحظه صدای یکی از افسران شنیده میشد که میگوید بیا تانگه را میپرتاییم، اگر پیش تانگ آید او را دستگیر میکنم و اگر پشتش آید رهایش میکنیم. A head or tail? Okay. Tail, right? Yeah. So really, 23. Michael Jordan. Hi. Do me a favor, step out of the vehicle for me. Calm down. Why would you Calm down. هرچند تانگه پرتافتند و پشتی تانگه آمد اما باز هم او را رها نکردند. پس از مدت این ویدیو در اینترنت پخش شد و اشخاص زیادی را ناراحت کرد. همه میگفتند که اگر دستگیر کردن آدمان با تانگه پرتافتن وابسته باشد پس کار این پلیسا خیلی احمقانه است. بعد از آن میری شهر لاری هنری در یک بیانیه اعلام کرد که کار این افسرها نادرست بوده و نابخشیدنی است. پیش کردن در روز یکمی کاری. همه ما میدونیم که روزی یکم کاری روزی سخت و پر استرس است. بیشتری آدما روزی یکم خطاگی زیاد میکنند و بعد کم کم کار را یاد گرفته پیش میروند. اما حاضر شخصی را میبینیم که در روز یکم چنان کار کرد که دیگر نگذاشتند که کارش را دوام دهد. ایجی کلیمن که همچون برنده تلویزیون به کار درآمده بود در اولین روز کاری و در پخش مستقیم وقتی همکارش در حال صحبت کردن بود فکر کرد که میکروفونش خاموش است و پیش نظر هزاران تماشابین حقارت کرد و متاسفانه حقارتی معمولی نه بلکه از حقارت‌های بلند بود. بعد در چهرهش ترس و هراس پیدا شد و معلوم بود که میدانست که دیگر در آنجا کار کردن نمیتواند. این کاری او سبب شد که حتی رئیس این کانال تلویزیونی هم بیانات نویسد و از همه بخشش پرسد. از همه بدترش این است که روزی اول و آخری کاری ایجی کلیمن در اینترنت باقی میماند و مردم همیشه به حالش میخندند. Good evening, I'm Van Q. You may have seen our new AJ on North Dakota News, and he'll be joining the weekend news team as my co-anchor. Tell us a little bit about yourself, AJ. Thanks, Van. I'm very excited. I graduated from West Virginia University, and I'm used to, پیشاب کردن دستفچک روی در خانه مردم. پول دادن به دستفچک در کشور به مثل امریکا مجبوری نیست، اما بهتر است که شما این کار را بکنید چون که شاید برای شما کاری ناخوب روی دهد. در این ویدیو مردی را میبینید که به خانه پیتزا میآورد و میسپارد اما انعام نمیگیرد. بعد به جای آنکه برآمده رود روی در آن خانه پیشاب میکند.
صاحب خانه بیچاره گفته است که آن روز پولی نقد نداشته است و به دستفچیک حق داده نتوانسته است. آن روز وقتی از خانه میبراید میبیند که در خانه‌اش زرد شده است. او کامراها را تماشا میکند و میبیند که چرا درش زرد شده است و حقیقت را میفهمد. این مرد را از کار پیش کردند و اینچنین از زن بخشش پرسید و در خانه‌اش را تازه کرد. تماشابینان این ویدیو گفتند که نه صاحب خانه و نه دستفچیک آدمانی بد نبودند، فقط در مکان و زمانی ناقلای قرار گرفتند. ویران کردن ساندویچ ها. مردی که در رسم میبینید کرام پلومن است و این روزی یکمی کاریش است که در یک آشخانه کلان به کار درآمده است. وظیفه او بریدن ساندویچ بود. با او گفته بودند که میز کاریش را وزنی نکند چون که هنوز با پررگی محکم نشده است و ممکن است که بار زیاد را برداشته نتواند و شکند. کلام هم میخواست که زود به چشم رئیس خودش را نشان دهد و ساندویچ زیاد را تیار میکند، اما پس از مدت میز میشکند و همه کارش بر روی زمین میریزد. اما داستان به این به آخر نمیرسد. کلابمن میبیند که کسی نیست و تصمیم میگیرد که مشکل را خودش حل کند. او همه ساندویچ ها را به حاجتخانه میبرد تا از آنها خلاص شود، اما از بخت بدش رئیس همان لحظه به حاجتخانه در آمده او را در روی کار خطایش می‌دارد. رئیس بیچاره از دستش هیچ کاری نمی‌آید و فقط همین رسم تاریخی را گرفته در اینترنت پهن می‌کند. با فکر شما بعد این رسم چی گپ شد؟ او را از کار پیش کردند و یا مجبورش کردند که همه آن ساندویچ ها را بخورد. آبازی کردن در KFC. بعضی آدمان هنوز یاد نگرفتند که از کارهای بد نباید رسم یا ویدیو گیرند و آن را در اینترنت پخش نکنند چون که برای آنها مشکل پیش خواهد آمد. 3 کارگر KFC سال 2008 تصمیم گرفتند که بعد تمام کردن کار در جای ظرفشویی آبازی کنند. این 3 دختر که تنها بودند بعد تمام کردن کار با آب گرم آبازی کردن خواستند. این حادثه در کالیفرنیا روی داده بود و آنها از خودشان سلفی هم گرفتند و در اینترنت پهن کردند. البته خبر کارهایشان به رئیس آن شعبه رسید و هر 3 آنها را از کار پیش کردند تا رفته در دیگر جا آبازی کنند. از پیش کار کردن معلمه به خاطر برآوردن طلبه ها از مکتب. یک معلمه در امریکا به خاطر برآوردن طلبه ها از مکتب از کار پیش کرده شد. او تصمیم گرفته بود که کودکان را خرسند کرده برایشان هدیه خرد. آنها را به فروشگاه والمارت که 300-400 متر از مکتب دورتر برد میبرد تا برایشان یگان شیرینی خرد. این معلمه 10 سال در آن مکتب کار کرده بود و 11 طلبه را با ماشین شخصیش سوار کرده به آن مغازه میبرد. 2 دختر دیگر را در باغچه ماشین جای میکند چون که دیگر در ماشین جای نداشت. وقتی خبر به مدیر مکتب میرسد بیچاره معلمه را از کار پیش کردند. شاید نیت این معلمه بد نبود اما کارش بد بود چون که طلبه ها را به اجازه در مکتب برآورده بود و دوم اینکه آنها را به زور در ماشین جای کرده بود. معلمه گفته است که خطایش را قبول دارد اما نیت ضرر رساندن به کسی را نداشت و فقط میخواست طلبه ها را خرسند کند. حادثه عجیب در مکدونالدز. سال 2004 یک حادثه عجیب و ناراحت کننده در شعبه مکدونالدز در کنتاکی آمریکا روی داد. لوئیس اکبورنی 18 ساله به دستور جانشین مدیر شعبه یعنی دانا سامیز به حجره عقیبی شعبه می‌دراید و حادثه با او روی می‌دهد که خیلی ناراحت کننده است. دانا سامیز در تلفن با کسی صحبت می‌کند که خودش را پلیس معرفی کرده است و به لوئیس میگوید که تو چیزی دزدیده‌ای. بعد گویا پلیسی که در تلفن صحبت می‌کرد به دانا سامیز میگوید که لوئیس همه لباسهایش را کشید. داستان اینجا تمام نمی‌شود و آن پلیسی که در تلفن صحبت میکرد با سامیز میگوید که نامزدت را نیز به اینجا دعوت کن تا لوئیس را کافتکاو کند. بعد نامزدی سامیز یعنی نیکس به حجره میدراید و حادثه ناخوش سر میشود. آن فرد ناشناس در تلفن به نیکس دستور میدهد که لوئیس را اوریان کرده تفتیش کند و چیزهای دزدیده اش را یابد. بعد نیکس را مجبور میکند که لوئیس را روی زمین خوابانده او را لطوکوب کند. این حادثه واقعا باور نکردنی است. سامیز و نامزدش نیکس همه این کارها را با دستور آن فرد ناشناس که خودش را پلیس معرفی کرده بود میکنند. سامیز بعد 3 ساعتی کافتوکاوی آزار دادن لوئیس بیچاره میفهمد که این زنگ تلفنی پلیس نیست و کسی آنها را مسخره دارد. پس از چند پلیس و مسئولان مکدونالدز از حادثه خبر میشوند و نیکس به زندان میافتد. سامیز هم از کار پیش کرده میشود. لوئیس هم به خاطر مورد آزار روحی و جسمی قرار گرفتنش از مکدونالدز $6 میلیون جریمه میستاند و تا آخر عمرش دیگر مجبور نیست که در یگان رستوران کار کند. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. با فکر شما کاری کدام یکی از آنها احمقانه تر بود؟ برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما با کانال ابونه شوید. لایک ماندن را فراموش نکنید.